سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. با اولین جلسه از تحلیل تکنیکال در خدمتتون هستم. قبل از شروع باز هم جا داره تشکر بکنم از تک تک دوستانی که برای من پیام محبت آمیز فرستادن. اون خواسته هایی که من ازشون داشتم در هر پایان هر جلسه رو فرستادن و از همه متشکرم. اولین مبحثی که میخوام توضیح بدم خدمتتون اینکه انواع روش‌های تحلیل سهم یا به طور کلی اصلا توی بازارهای مالی به دو صورت، فاندامنتال و تکنیکاله. فاندامنتال همون تحلیل بنیادیه. حالا چه فرقی با هم میکنه؟ توی تحلیل تکنیکال اساساً ما بررسی روند گذشته سهم برای پیشبینی آینده است. با چه فرضی؟ با فرض بر اینکه قیمت فعلی منعکس کننده عوامل مؤثر در نوسان سهمه. یعنی ما یک قیمت رو داریم، میدونیم این قیمت 100% برآورده شده از عوامل مؤثر دیگه است. یعنی اگه مثلا مواد اولیه گرون شده روی قیمته داره تاثیر میذاره. اگه مثلا یه قانون جدید اومده که یه محدودیتی برای شرکت ایجاد شده داره روی قیمت تاثیر میذاره. پس ما با این فرض میریم جلو. توی تحلیل بنیادین چیه؟ چجوریه روند کارش؟ روند کارش به طور کلی اینجوریه که اول مثلا به فرض میاد شما بررسی وضعیت اقتصاد جهانی. مثلا من بررسی میکنم میبینم طبق این اتفاقاتی که الان افتاده، الان بر فرض مثلا ممکنه که فولاد گرون بشه در آینده. حالا میام اقتصاد کشور خودمون رو بررسی میکنم، میبینم که آیا کشور من ظرفیت از این گرون شدن فولاد چه ظرفیتی داره. میبینم که خب بله، مثلا ایران که شرکت های فولادی زیادی داره. حالا میام که صنایع مختلف رو میبینم حالا چه صنایعی تحت تاثیر این قضیه قرار میگیرن. مثلا خب خودروسازی تحت تاثیر قرار میگیره، صنعت X Y Z همه اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. یه سری صنعت حالا بررسی میکنم میبینم که من خیر اگه من مستقیما روی صنعت فولاد سرمایه گذاری کنم سود بیشتر عاید من میشه. حالا میام میبینم توی ایران مثلا 5 تا کارخونه فولاد داریم، 6 تا کارخونه فولاد داریم، 20 تا کارخونه فولاد داریم. میام بررسی میکنم ببینم که خب صورت‌های مالیشون رو بررسی میکنم ببینم کدوماشون فروشش بیشتره، کدوماشون مدیریت بهتری دارن، تا به نتیجه برسم و در نهایت مثلا به این نتیجه میرسم که شرکت فولاد مبارک اصفهان از همه بهتره و لذا وارد اون میشن. حالا به طور کلی قانونی هست که میگن با تحلیل فاندامنتال سهم انتخاب میشه و با تحلیل تکنیکال زمان ورود انتخاب میشه. حالا که انتخاب کردم فولاد مبارک اصفهان بهترین سهم ممکنه، یه سرمایه‌گذاری سوددهه، میام یه تحلیل تکنیکال آیا الان زمان خوبیه برای ورود به سهم، یا مثلا سهم الان خریدم آیا 6 ماه دیگه، یه سال دیگه الان خارج بشم یا 1 ماه دیگه خارج بشم، الان وارد بشم یا 1 هفته دیگه وارد بشم. پس دو تا تحلیل در واقع توامانن با همن. اینجا هم همینجور که مشاهده میکنید انواع روش‌های تحلیل سهم را توضیح داده. بریم سراغ تحلیل تکنیکال. مباحثی که ما توی مبحث مقدماتی میخوایم بگیم، یکی انواع نمودارها رو توضیح میدیم که این جلسه توضیح میدیم، بعدی سطوح حمایت و مقاومت رو توضیح میدیم و بعد از اون یه سری از اندیکاتورها و اسیلاتورها را خدمتتون توضیح میدیم. خب انواع نمودار دوستان من، اولین نمودار ناحیه‌ایه. همینجور که میبینید قیمت سهم را مشخص کردن، مثلا در این روز اینجا بوده، بعد اومده پایین پایین پایین، بعد رفته بالا. این هر روز را فقط یک قیمت رو نشون میده که اون قیمت چیه؟ قیمت پایانی اون روزه. نمودار بعدی نمودار خطیه. نمودار خطی خیلی آشناست برای همه دوستان، معروف ترین نوع نموداره که تفاوت چندانی هم با نمودار قبلی نداره. نمودار بعدی نمودار باره که این کمتر استفاده میشه در تحلیل های مالی
و اصولا بیشتر روی نمودار بعدی که تحلیل نمودار شمعیه استفاده میشه. این هم نمودار شمعی. اکثر 99% تحلیل هایی که شما مشاهده میکنید بر مبنای همین نموداره. حالا توضیح بدیم که خدمتتون که چیه. این نمودار در هر لحظه 4 قیمت را به ما نشون میده. بیشترین قیمت، قیمت اولیه، آخرین قیمت و کمترین قیمت. حالا دو جوره. همونجوری که مشاهده میکنید یه مدلش تو پره و تو خالی. نمودار تو پر نشون میده که قیمت سهام توی اون روز نزولی بوده. از کجا میفهمم؟ ببینید اینجا که مشخصه بالاترین قیمت، کمترین قیمت. حالا اگه مشکی بود به این نتیجه میرسم این یه قانونه. اگه مشکی بود، اگه تو پل بود، سهام اونجا تو اون روز نزولی بوده که همونجوری که میبینید. پس یعنی این سهم اینجا باز شده، بعد نوسان داشته اومده پایین و دوباره رفته بالا یا برعکس و در نهایت اینجا باز بسته شده، یعنی در قیمتی کمتر از روز قبل بسته شده. برای همین مشکیه. نمودار بعدی تو خالیه. شمع بعدیمون تو خالیه. یعنی چی؟ یعنی سهم اون روز صعودی بوده، یعنی این سهم از اینجا باز شده، قیمت باز شدنش اوپن، بعد نوسان کرده رفته بالا اومده پایین، باز دوباره رفته یکم پایینتر بالاتر و در نهایت اینجا بسته شده. اینجا یعنی قیمت اون روز افزایش پیدا کرده. حالا دوستان من در افزودهای امروزی برای اینکه کار راحت تر بشه رنگی اغلب روزهای صعودی سبز در نظر میگیرن، روزهای نزولی قرمز، ولی همون قوانین وجود داره. یعنی توی این سبز اینجا مثلا سهم باز شده، اینجا اومده پایین، بعد رفته بالا و در نهایت اینجا بسته شده. سهم صعودی بوده و در اون شمع قرمز هم شمع نزولی بوده. حالا دوستان برای اینکه خوب متوجه بشید میایم یه سری تمرین حل میکنیم. برای من حالت شمعی را بکشید که بیشترین قیمت 700 باشه، اولین قیمت 500، آخرین قیمت 600، کمترین قیمت 400. یه مقدار ثبت میکنم. خب بریم حلش کنیم. دوستان همینجوری که مشاهده میکنید اولین آیتم که در نظر میگیریم اولین و آخرین قیمته. آخرین قیمت 600. پس این شمع صعودیه، پس باید سفید رسم بشه که همینجوری که میبینید این میشه شمع حدودیش. البته دوستان این توجه به مقیاس قیمت نشده، همچنین دامنه های نوسانی در نظر گرفته نشده. بیشترین قیمت 700، کمترین قیمت 400، قیمت شروع 500 و قیمت بسته شدن 600. چرا سفیده؟ چون سهام اون روز صعودی بوده، همونجوری که میبینید از 500 شده 600. چرا این مقدار این سایش نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که اون روز آخرین قیمت بیشترین قیمت نبوده. پایینش چی نشون میده؟ سایش هم پایین کمترین قیمت کمترین شروع بازار نبوده. بریم مثلا تمرین بعدی. حالتی در نظر بگیرید بیشترین قیمت 1200، اولین قیمت 1000، آخرین قیمت 900، کمترین قیمت 800 باشه. یه چند لحظه صبر میکنم. زنده باد. اولین مطلب، آیا شمع ما باید سفید باشه یا مشکی؟ خب ببینید قیمت آخرین قیمت 900 بوده، اولین قیمت 1000، یعنی اون روز سهام نزولی بوده، پس باید مشکی باشه. حالا آیا بیشترین قیمت همون اولین قیمته؟ نه، متفاوته، پس شمع سایه داره. آیا کمترین قیمت همون آخرین قیمته؟ خیر، برای همین پس سایه داره. این تمرین بعدی. حالتی در نظر بگیرید که بیشترین قیمت 750، اولین قیمت 600، آخرین قیمت 750، کمترین قیمت 600 باشه. چند لحظه صبر میکنم. آفرین، درسته. خب اولین سوال، اون روز قیمت صعودی بوده یا نزولی بوده؟ صعودی بوده، پس بنابراین شمعمون باید سفید باشه.
آیا بیشترین قیمت از آخرین قیمت بیشتر بوده؟ خیر، پس سایه نداده. آیا کمترین قیمت با اولین قیمت برابر بوده؟ بله، پس بنابراین سایه‌ای نداره همونجوری که مشاهده میکنید. تمرین بعدی حالتی رو در نظر بگیرید که بیشترین قیمت 2100، کمترین قیمت 1950، آخرین قیمت 1950، کمترین قیمت 1950 باشه. چند لحظه صبر میکنن. درسته، این خاصه، تا الان نداشتیم اینجوری. این شمعشه. همینجور که مشاهده میکنید این اصطلاحاً شمع نداره. ببینید سهم بیشترین قیمتش یه مقداری بوده، کمترین قیمت، آخرین قیمت و اولین قیمت برابر بوده، پس بنابراین شمع اینجا رسم نمیشه. تمرین بعدی حالتی در نظر بگیرید بیشترین قیمت 900، اولین قیمت 900، آخرین قیمت 800 و کمترین قیمت 600 باشه. چند لحظه صبر میکنم. کاملا درسته. آیا اولین سوال سهام توی اون روز قیمتش افزایشی بوده یا کاهشی بوده؟ کاهشی، پس بنابراین مشکی میشه. آیا بیشترین قیمته از اینجایی که اولین قیمته بیشتره یا برابره؟ برابره، پس بنابراین از بالا شمع سایه نداره. ولی آیا کمترین قیمت از آخرین قیمت کمتر بوده یا برابر بوده؟ کمتر بوده، 800 تا 600، پس بنابراین سایه داره. خب دوستان به پایان این بخش نزدیک شدیم. همینجور که قبلا هم توضیح دادم خدمتتون، آموزش بورس باید تعاملی باشه. مثل آموزش یک نرم افزار خاص نیست که شما برید یه برنامه رو یاد بگیرید، حالا با اون برنامه کاراتون رو انجام بدید، حالا به هی آزمون خطا کنید تا به اون حد مطلوب مهارته برسید. آموزش بورس میطلبه این که شما مرتب تعامل داشته باشید. ازتون خواهش میکنم توی با این برنامه ها همراه باشید و اطلاعات و تمرین‌ها و خواستهایی که از شما دارم رو انجام بدید و از طریق کانال تلگرامی ناوک یا شما همراه من در واتساپ ارسال کنید. خب ببینیم این جلسه از شما میخوام که 3 گزارش تحلیل بنیادی و 3 گزارش تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید تا به خوبی در جریانش قرار بگیرید. تحلیل ها از کجا بیاریم؟ کانال های تلگرامی زیاده، همینجور میتونید سرچ کنید تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، میاره. سایت های مختلف، سایت مثل سهامیاب و سایت های خیلی زیادی هست که میتونید تحلیل ها را مطالعه کنید و همچنین نمودار شمعی مواد خواسته شده را هم رسم بفرمایید لطفاً. در پایان باز هم تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانی که با من همراه هستید و جوابهای این تمرین ها را برای من ارسال کردید. همچنین تشکر ویژه میکنم از اتاق بازرگانی کاشان بابت حمایت هایی که از من و این ویدیوها دارن. خب تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.